سلام. امروز 12 اسفند 1390 و روز به قول آقایون حضور پرشور مردم در انتخابات و من به عنوان یک جوان ایرانی از سال 88 به بعد تمامی انتخابات این مملکت رو تحریم کردم، مثل اکثریت قریب اتفاق مردم ایران. و این انتخابات فرمایشیه و حضور مردم در انتخابات کاملا و سندیتش رو با صحبت کردن با اکثریت افراد میتوانه متوجه شد و این نشان از اینه که ما با شما نیستیم. پس آقایون، ما رو با خودتون یکی نکنید. اینم سندش.